مقدار دقیق مواد کشفی تو خونه این چقدر بوده؟ 6 کیلو. چی؟ 6 کیلو؟ نه پس 6 گرم. لابد اونم مال تو نبوده، دشمنان تو خونه جاسوس کردن. نه خیر، اتفاقا مال خودم فقط 6 کیلو نبود، 8 کیلو بود. قرار شد یا همه‌شو برداری یا هیچی شد. چه قراری؟ بهت گفتم اگه تو مشتریشو داری، پوزخند زدی، صداتم به زور کلوف کرده که پنپ فقط تو داری. حاج آقا این چند نفر رو مثل من بدبخت کرده، هم نصف جنسیشو رو کشیده بالا، هم تنم انداخته دور گردنشو، فقط خدا میدونه. اینجوری که این میگه باید بری بازداشتگاه. من؟ ولی شما؟ چرا؟ برای که فیلم دونا دیر به ما میرسه. آقا به جون بچه‌م داره دروغ میگه. خب اگه اینجوری که ما هم 2 تا قسم بخوریم بریم که ناهارو خونه باشیم.